اون چارچوبی که ساختی چارچوب باید بهش بگم. چارچوب میشه، پایه میشه، کفی میشه، کفیه فکر میکنم همش. یه تمیزکاری سطحیش بکنی بریم برای مرحله ضد زنگ زدن. چون خیلی پیدانی دیگه سنباده نمیخواد. آره آقای حاجی خودش برامون چی کشید؟ آره که جاشو تراش داد برامون صاف شد دیگه سنباده نمیخواد. حالا یه تمیزکاریش بکنیم که ضد زنگ بزنیم. پارچه که باش تمیز کردیم شرح شد پوکید. خیلی سیاه شد، تمام جونم سیاه شد. خب بود تمیز شد. اینو توش کردیم بعد تا دیگه الان ضد زنگ بزنیم روش. شاید بچه ها بخوام بدونم 110 در 1.85 1.84 شد یعنی 184 سانتی. خیلی خوب شد. الان مخصوصا طولش اینجوریه که پامون راحت میتونیم تو دراز کنیم. کامل میشه روش بخوابی. تو عرضش جوری هست که دیگه مسافرتیه دیگه حالا خیلی آنچنان. آره شما حساب کنید چند نفر آدمی با هم رفتید مسافرت ترافیک شده مسافرتی بخوابید چجوری میخوابید 500,000 نفر آدم کنار هم میخوابن من که مثلا 2 نفر آدم میخوابد. مثلا 2 متر در 2 متر هم نکنید چرا 4 نفر 4 نفر آفرین نکنید چرا خوب شد این پایه ها که حالا بعد دوباره دیدید دیگه کجا میخوره. ستون اینجا زدیم ستون اینجا زدیم نه حسابی محکم شد. تا دیگه بریم تو کار حالا اون چوبی که بعد روش بندازیم. حالا که بریم شروع کنیم رنگ کردن ها. رنگ نه ضد زنگ آلکیدی. ضد زنگ آلکیدی معمولا بچه ها شاید ضد زنگایی که دیدن قرمزه. آره نه واقعا چرا این قرمز نیست. این قرمز نیست. الان رنگ الان که جادو اینجا این قرمز نیست. بچه خاکستریه. آره دید بسه دیگه. وای خسته شد. سرم درد میکنه خیلی سرم درد. امروز تو گرما کار کرد دیروز تو گرما کار کرد. تنها چیزی که الان اجازه میده رنگ بزنم که از بور رنگ بدم نمیاد. آره بور رنگ خیلی خوبه. بچه نگاه کنید چه خاکستری قشنگی هم هستین. ضد زنگی یعنی تمام فکر من رو ضد زنگ واقعا قرمز رنگ بود. دیگه این زمان به جای رنگ عمل میکنه بعدش. چرا؟ یه رنگش نمیزدیم. این رنگش فرق میکنه ضد زنگ و حالا آلکیدیه یعنی رنگش کرده. نمیدونم اینو واقعا بچه رنگ بنویسن. رنگ شناسی. واقعا فقط میدونم که الان اسمش ضد زنگ آلکیدیه. حتی رنگا مثل داریم به نام همین آلکیدی چیزی داریم. دیگه چی خیلی خوبه یعنی از اون چیزه حالت من اون قرمز خیلی خوشم نمیاد. این پوش خیلی خوبی داره. حالا پوش رنگ خیلی خوبی داره. یه انگار واقعا رنگش کرده مثلا رنگ توسی زد. خب ضد زنگ من رو هر چی زدم انصافا زنگ نزد. میگم یه سوالی الان زیرشو بعد بره روش که خوش شد بچرخونیمش رنگ کنیم. نه ریزش از همینجا میذارم دیگه خیلی مهم نیست. حالا خیلی آنچنان منظم بخوره چون اصلا این پیدا نیست. کار ندارم من فقط... که همه جاش بخوره من میزنم. حالا دیگه نگاه به قول زبون لهجه خودم گتره‌ای رنگش میکنیم الان چون واقعا زیر کاره. نه پیدا هست هیچ وقت. صرفا جهت که خواستیم درش بیاریم هی بذاریم جا هی سیاه نشیم. الان این رنگیه این یکی هم بریم داخل نگاه هم حالا نگاه کن اینقدر تمیزش کردیم هنوز سیاهه. آره اصلا خب آهنه خب بعد تازه کوچولو هم رطوبت بخوره بهش هم قطعا زنگ میزنه. زنگی میزنه که دیگه حالا با فقط دست زنگم بده بو هم میده دیدی زنگ میزنه هم بو میده فقط با رنگش کنیم چون خونم آهنه دیگه. آهن زنگ زده از خون. بچه دقت کردم که خون آهن زنگ زده است خاطر همین قرمزه. ارزم به حضورم برید که این حالا دیگه با رنگشون فقط با 7 8 10 فقط بزنیم بیرون تو این بو رنگی بره که اگه گذاشتیم تو ماشین که دیگه این محبوس میشه. یه آفتابم میخوره ها. حالا با هی بزنیم بر آفتاب تا این هم خوب حسابی خوش بشه. بعد این حالا این ضد زنگ جالبیش اینه که قشنگ بلند نمیشه رو آهن لامصب مثل چسبا. چقدر عالی میچسبه روش. خیلی خوبه. داره فکر نمی‌کنم کاری به مارکش داشته باشه. شاید هم به مارکش باشه ولی خب حس می‌کنم اینو ضد زنگ از قرمز گرون‌تره. قاعدت
آره اون قرمز ارزون تر نمیدونم. یه نکته هم ذهنم رسید میخواستم بگم ولی خب اونم فراموش کردم واقعیتش. قسمش. زنامتش فکر کنم یادم میاد چی میخواستم بگم. درباره اینکه زیر کار حالا گتری میزنیم، خب کلا زیر کار همینجوره، نقاشی هم که آدم میخواد کشه بعضی وقتا رنگ زیر کار در کل مهم نیست، همینجور با قلمو مثلا میکشی همینجور جا بندازه ذره اشکال نداره، بافت بندازه مثلا اشکال نداره. بعضی خب حالا بستگی داره به اون کاری که میخوای انجام بدی ولی خب آره در کار منظورم به این آره که اصلا میگم چیز این روالیه قضیه. قرآن خیلی خیلی هم مانور ایجاد بشه، اگر نه مثلا بعضی موقع بعد رنگای جور میزن آدم که رونق کنه. حالا تا اینکه تصمیم میگیریم بعد اون باکسایی که میخوایم داشته باشیم جای صندوق عقب رو برای ما پر کنه دیگه به هر حال و چی واسه صندوق عقب بتونه بره توش، اینا دیگه بشیم فکر کنیم تصمیم بگیریم که چه طراحی براش بکنیم، چجوری چوباشو برش بدیم. آره مثل شما اون چیزا جالیبانیه که رنگ کردی روی یه چیز داشتیم تو حیاط روش اینجور گرده سیاه نشسته بود مثل همین میزامون تازه با اسپری بود. بعد تا چند روز اون لباس که اون شب برام بود اکلیل سیاه روش نشسته بود، همینجور میدیدم که برق میزنه. خیلی بچه ها نمیبینن اون رنگ چیزا رو، اون متالیک خیلی قشنگ متالیک، حتی اسپریش هم خوشگله. و حالا فکر کن پیستول رنگ اگه بخوایم بزنی واقعا چیز میکنه. یه چیز جالب هم بهت بگم، این توها رو میبینی؟ آره لای اینا آره سعی میکنم تا 2 سری بزنم لاش میره. خب این لای خودش حالت یه آیه رو نگه داریم حفظش میکنم. چقدر عالی. خب بچه حالا دیگه تا این آخرش باید رنگ کنیم دیگه، کلا کارمون همینه دیگه تا آخر همینه، کار اضافه بر سازمانی انجام ندیم. آره وسط کارش مثلا نصفاش که رسیم دوباره تیکه فیلم میگیرم، آخرش که رسیدیم تیکه فیلم میگیرم، چون دیگه واقعا کار اضافه بر سازمانی جز این نیست. خب دیگه منم وارد کار شدم و رنگ میزنم. بیشترم حالا من الان برای اینکه داشتم فیلم گرفتم اومدم روه اگر این روها رو علی رنگ میکنم، ولی که مثلا توی این درزا و شیارای اینجا که مثلا رنگ سخت تعمیر و جایی که خود مثلا ظریف کاری بیشتر میخواد خود دقت میخواد یا مثلا تعمیر میخواد دیگه من سررنگش رو انجام میدم. مثلا اینجا که این تسمه جوش خورده یه خورده مثلا اینجاش میبینید عمیقه، اینجا که مثلا این اینا رو من دیگه رنگ خورش میکنم که داخل این شیاراش هم رنگ بره. میشه گفت تا اینجا نصف کارو رنگ کردیم. خب بچه این یه تیکه مونده دیگه، تیکه آخره که قراره رنگ بشه. فکر کنم بیشه 1 ساعت شد. خیلی شد واقعا، نگاه ساعت نکردم وقتی که اومدیم بیرون و الان هم باز نمیدونم ساعت چقدر. نمیدونم نصف شب بچه نصف شب گوشی هم گوشی رو گذاشتیم تو رنگه دیگه داره از حالت دیگه خودش داره خوش میشه تو جاش تو ساعت ریسه خوش زنگ بنده خدا رنگه میگه من چون خودتون از من دیگه اینقدر اگر حوصلم شد شاید رقیقش کنیم یه بار دیگه بزنیم روش. نمیخواد. بچه ببینیم کامل دیگه رنگش کرد دیگه بزنیم تا خوش بشه. چند روز به نظرت خوش شدنش که میکشه؟ شد دیگه خشک. نه حالا خشک حالاش هم خشک میکنم خیلی رنگ رو خیلی رنگ رو رقیقش نکرد خب نه رنگ میگیریم چون میخوام یه بار بزنم. خب فعلا پس بچه ها تا این خوش بشه و
بقیه کار پیش ببریم. چقدر حق شدی. چه خوب شد. الان دیگه دمدمای صبح و ساعت 6 صبح و این دیگه خوش شده میشه گفت. خیلی هم رنگش خوب شد.